سلام. خوب شدم. لبامو تزریق کردم. خانم محترم، دوست گرامی، حالا اصلا پسرا رو ولش کن، اونا کلا دیگه اصلا راجبشون حرف نزنیم. بابا نکنید این کارو، چندشاوره. میرید چیز میزنید تو صورتتون. ببین کسی که قشنگ نیست همونجوری حالی به صورتت میگیره، سرخاب سفیدم قشنگه دیگه. ببین میگن هر چی با چیز ورداری بوش بیشتر در میاد، بعد میری همون چیزو میزنی تو صورتت، بدتر به این چندشاور میشه. به خدا شماها درک نمیکنید طرف مقابلتون چی میکشه از اینکه حتی تصادفی شما رو میبینه. و من اصلا حالم بد میشه. نکنین تو رو خدا. چرا فکر میکنید خوب میشید؟ الان خوبه؟